چی بهتر از این که یه باقلوای پرطرفدار رو بدون نیاز به خمیر کردن آسون و خوشمزه درست کنید. یه بسته خمیر یوفکا رو باز کنید. کف تابه رو چرب کنید. 2 ورق یوفکا رو از نیمه داخل تابه بذارید و روش کره آب شده بزنید. دوباره 2 ورق یوفکا و مجددا کره. مغزیجات دلخواهتون رو وسط خمیر بریزید و روش مخلوط پودر قند و دارچین علک کنید. لبه های خمیر رو به داخل برگردونید و روی هر لایه کره آب شده بزنید و تا لایه آخر ادامه بدید. تابه رو روی حرارت ملایم بذارید و درش رو ببندید تا بپزه. شیر سرد رو با 4 قاشق پودر قند ترکیب کنید و بعد از اینکه باقلوا رو زیر و رو کردید روی باقلوای داغ بریزید. وقتی باقلوا سرد شد به ظرف سرو منتقل کنید. روش پودر قند علک و با پودر پسته تزیین کنید. حالا کافیه برش بزنید و در کنار خانواده از باقلوای محشرتون